گاهی وقتا ذهنمون خسته است، پر از صدا، پر از سوال. اینجا بین الحرمین جاییه که انگار همه اون صداها آروم میگیرن. یه جور سکوت، یه جور حضور که با هیچ تکنیک قابل تمرین نیست، فقط باید باشه. روانشناسی میگه ذهنی که توی لحظه باشه بیشتر التیام پیدا میکنه و اینجا ذهنم انگار بعد از مدت‌ها توی لحظه زندگی میکنه. اشکام جاری میشن بدون قضاوت، بدون مقاومت. شاید اینجا تمرین پذیرش همینه. پذیرش همه احساساتم، حتی اونا که پنهونشون میکردم. بین دو حرم، بین دو مفهوم بزرگ، امنیت و فداکاری، یاد میگیرم رها باشم. این سفر فقط بیرونی نیست، یه بخش مهمش توی درونه و من برگشتم تا هر روز به این بین الحرمین درونم سر بزنم، همون جایی که بالاخره آرامشم رو پیدا کردم.